با تشبث کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و در دایره نقشه چهاربینی‌های جمهوریوی در ورزشگاه مرکزی ناحیه مسجح مسابقه جمهوریوی عاید به ورزش سبک میانی نورسان 12-13 ساله برگزار گردید. رهبریت ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت سوخت و نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه مسجح ضمن برآمد خود در مراسم افتتاح این چهاربینی ورزشی از توجه و دستگیری‌های رهبریت عالی کشور نسبت رشد و عمومیت ورزش یادآور شده ذکر نمودند که ورزش سبک نیز در قطار دیگر نمودهای ورزش سال سال در کشور ما رشد یافته. ورزشکاران کشور ما در این نمود در مسابقه‌های با نفوذ جهانی و بین المللی و بازی‌های المپی بارها اشتراک نموده به گرفتن مقام‌های فخری مشرف شدند. در مسابقه ورزشی سبکی کودکانه ما از ناحیه باباجان گفروف زیاده از 40 نفر ورزشکاران آوردیم. در این مسابقه ورزشکاران ما خیلی خوب برآمد کرده ایستادند. نمودین ورزشی سبک خیلی در ناحیه پیشرفته ایستاده. مسابقه با مقصد گرامی داشت خاطری مدس کژمیاکین مربی ورزیده و ترغیبگری فعال ورزشی سبک بخشیده شد. در این مسابقه دسته‌های نورسان 12-13 ساله از شهر و ناحیه‌های جمهوری که در مرحله‌های انتخابی پیروز گردیدند اشتراک نمودند. از جمله 2 دسته از شهر دوشنبه، 1 دسته از ولایت مختار کوهستانی بدخشان، 2 دسته از ولایت ختلان، 1 دسته از شهر و ناحیه‌های تابع مرکزی کشور و 2 دسته از ولایت سوخت مهارت سنجی کردند. برنامه مسابقه از نمودهای گوناگون ورزش سبک از جمله دویدن در مسافه 60 متر و 800 متر، دویدن از بالای مانع‌ها، جهش با درازی، هوادهی پوتک، دیسک و نیزه، تله‌دهی یدرو، دویدن از بین مانع‌ها و استافت عبارت بوده طبق کودکس فدراسیون بین المللی ورزش سبک راه اندازی گردید. سطح مسابقه به نهایت خوب می باشد. کودکان با خرسندی این مسابقه را گذرانده ایستادند. میnnadori خود را به حکومت جمهوری تاجیکستان مخصوصا به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان میرسانم که چنین دولت تنج و آباد داریم اولش و به ورزشگران به نهایت باوری دارند. پرچم دولتی خود را در عرصه بین المللی پرافشان میکنند. Сегодня участвовала в этом соревновании, мне она очень понравилась. Я занимаюсь этим спортом уже 4 года, и я хочу больше заниматься этим спортом и занять первое место в Олимпийских играх. مسابقه با مقصد جلب نورسان به طرز حیات سالم، تحکیم دوستی میان ورزشکاران و آماده نمودن دسته منتخب کشور برگزار گردیده شرایط مساعد برای رشد و انکشاف اقتدار ورزشی نسل نو فراهم آورد. غالبان جایزه‌داران این چهاربینی ورزشی هم در نمود انفرادی و هم در نمود دستوی با مدال و افتخارنامه و تحفه‌های خاطروی قدردانی کرده شدند. همچنین 2 نفر اشتراکچی بهترین مسابقه نازیه غایباوا و احمد جان سلیموف که در نمودهای انفرادی از همه خالهای بیشتر را صاحب شدند با تحفه‌های خاطروی از جمله مبلغ پولی قدردانی کرده شدند. سال 4 است که مسابقه جمهوریوی عاید به ورزش سبک بخشیده به گرامیداشت مربی شایسته جمهوری تاجیکستان مدس کژمیاکین در ناحیه مسجح برگزار می‌گردد و این سال مسابقه خیلی هم در سطح بلند گذشت. من میnnadori خود را به پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان میرسانم که ما ورزشکاران را همیشه دستگیری میکنند و برای ما تمام شرایط‌ها مهیا نمونند. حرکت میکنیم که ورزشکاران را به سطح بلند تیار نماییم و میخواهیم که پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند برداریم. مسئولین فدراسیون ورزش سبک ولایت سوخت در نقشه دارند این مسابقه را همچون مسابقه بین المللی برگزار نمایند.